ای 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 همیشه بخند و سر و ببر از دلا ای 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 دوباره بلند شو امیدو ببر از کجا با پرچم بالا هم سفر ما هر بگیر از رویا از شب شب غم تا سحر ما جانمون از فردا ای 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 هر پنجشنبه با ما پیک شادی. سلام و درود به همه شما هموطنان عزیز و همراهان همیشگی پیک شادی. امیدواریم که همواره سالم و سرشار و سرفراز باشید و فرصت همراهی با پیک شادی این هفته رو داشته باشید. هفته‌ای که گذشت هفته ناکوت شدن آخوندها در رینگ بوکس تحولات بود. قیام آفرینان و کانون‌های شورشی از هر فرصتی برای ضربه زدن به آخوندهای حاکم استفاده می‌کنند و روز به روز شرایط برای خامنه‌ای و رژیمش بحرانی‌تر میشه. در چنین روزهایی ماییم و شما و پیک شادی و آرزوی همیشگیمون که چیزی نیست جز آوردن خنده به لب‌ها و شادی به دل‌های شما عزیزان. این هفته خبر تو خبر داره براتون. از عظمای قراضه‌ای که باز ژست اپوزیسیون گرفت و جابجا شدن جک و جونوراش در وزارت آموزش پرورش رو اینطوری برد زیر ضرب. رهبر انقلاب با انتقاد از بی‌ثباتی در مدیریت آموزش و پرورش گفتند دستگاه به این عظمت با تغییر مداوم وزیر ضربه می‌خورد، به خصوص اینکه تغییر وزیر گاهی تغییر معاونان، مدیران میانی و حتی مدیران مدارس را هم در پی می‌آورد. این هم یکی از همون وزرای برکنار شده آموزش و پرورشه که بند رو آب میده و پته عظما و معرکه سلام پسمونده رو میریزه رو آب. آقا سرود سلام فرمانده بسیار سرود زیبا و بسیار سرود فاخر، ولی وقتی شما هر روز صبح اینو داری به اجبار با اطلاعات میگی. بله به اطلاعات عرض میکنم و با بخشنامه‌ای که من رئیس آموزش و پرورش فرستادم که آقا مثلا از حالا مثلا تا یه ماه آینده بچه‌ها در زمان ورود به مدرسه، در زمان خروج به مدرسه، در زمانی که زنگ تفریح دارن میرن تو کلاس، زمانی که از زنگ تفریح دارن میان تو کیاد، یعنی 6 نوبت 7 نوبت در روز. ببینید شما خودم رد کنم، من جاهل به خیال خودم دارم خدمت میکنم به این سرود فاخر، در حالی که برانترین شمشیر رو ورداشتم و دارم این سرود فاخر رو از بیخ و بن میبرم. البته این معرکه گیری های الکی عظما جدید نیست و همیشه همینطور بوده. توی این اوضاع و احوال اون چنان ترسی تو دل آخونده افتاده که هر جا میرن از چشماشون میزنه بیرون. کاش از مردم جدا نشیم، کاش بین ما و مردم فاصله نیفته. فاصله زیاد شده ها، جای تأسفه ها. ما علیه حال این فاصله‌ای که بین ما افتاده باید ترمیم بشه. راه اشتباه بوده، اینو ما متوجه بشیم، نباید اینجور باشه. قرار بود نظام عظما یک دست بشه، اما جنگ و دعواها ادامه داره. این یکی هم ترس عظما از ریزش آخوندا رو اینطوری لو داد.
سلام، منو صیانت و حوض علمیه خواسته و به من میگه که چرا تم مخالف گرفتی و فقط داری انتقاد میکنی. چرا به مردم نمیگی که مردم ما موشک داریم؟ مردم خواستم بهتون یادآوری کنم که ما موشک داریم. مردم به جای اجاره خونه به صابخونه بگید که ما موشک داریم. مردم به جای پول دوا دکتر و بیمارستان به دکترها و بیمارستان بگید که بابا ما موشک داریم. همه اینا نشون دهنده اینه که وضعیت عظما خیلی دلنگونه و با یه پخش میشه زمین. امام جمعه های خامنه ای هم که حسابی هراسون شدن به دست و پا افتادن که تو رو خدا بیایید آخوند بشید. عزیزان خودتون را، فرزندان خودتون را تشویق کنید که بیایند کار حوزوی بکنند و طلبه بشوند که مداد العلماء افضل من دماء الشهداء. یک عالم به درد بخور نقش آفرین در عرصه حیات امت اسلامی، این ارزشش از شهادت کمتر نیست بلکه فرمودن بیشتر است. یه عده هم مثل این قاط زده و فکر میکنه که اگه چنین ادا اطوارایی در بیاره میتونه خودشو در ببره. البته این ریزش فقط خاص آخوندا نیست، پاسدارا هم به همین درد مبتلان. ببینید پاسدار سلامی چطوری قربون صدقه بسیجیا میره که مبادا ریزش کنن. تشریفاتی صحبت نمی کنم، از قلبم سخن می گویم. ما فدایی شما هستیم، دست شما، پای شما، خاک کف پای شما را که امروز این ارتفاع مقدس را طی کرده اید برای تبرک به صورتمان میکشید. موفق باشید، سربلند باشید. توی این وضعیت بحرانی مهره‌های باند مغلوبم زبونشون دراز شده و میگن نشتی عظما بندبیا نیست که نیست. بعد چجوری ما الان باید به کدوم به اصطلاح مؤلفه قدرتمند سیستم خودمون رو متوسل کنیم که فکر کنیم این اعتراضات تموم شده؟ به چند دلیل. یکیش اینه که این نسلی که گفته میشه، این نسل داره تداوم داره قدرتمندترم میشه. یکی این که اون ساختاری نیستش که حتی بتونه نیازهای اولیه رو با توجه به وضع موجود تأمین کنه. بنابراین درسته این میمونه که از یک جایی مثلا نشتی وجود داره و این نشتی میدونید به مرور زیادم میشه. حالا ما به یه دلیلی یه جا اینو منحرفش کردیم، نشتیه سر جای خودش هست. بشنگستان این هفته رو با این قمپوز پاسدار دهقان شروع میکنیم. الان عمان داره چیکار میکنه؟ تمامی ظرفیت‌های به صورت درمانی ما رو با صورت خیلی ساده داره اون طرف جذب میکنه. کشورهای عربی همین حوزه خلیج فارس ما بدون استثنا علاقه‌مندن درمانشون بیان تو ایران. خب ما نمیتونیم کاری بکنیم که مثلا حل کنیم؟ والله میتونیم. خیلی کار داره. نه این هم یه نمونه از وضعیت داروهای دانش بنیان ساخت داخل. تو روزگاری که پشمی به عمامه عظما نمونده،
بسیجی‌ها به چنین بازارگرمی‌هایی رو آوردن. اومدم مزار شهدا برای برکت عمر و سلامتی مقام معظم رهبری سید علی حسینی خامنه‌ای دعا کردم. انشالله خداوند توفیق زیارت ایشون رو هم به بنده عنایت بکنه. خیلی مشتاقم، یعنی به محض اینکه با آقا برسم میخوام بچسبم به عبای آقا. این خبر نداره که برای عظما عبایی باقی نموده که کسی بخواد بهش بچسبه. این هفته توی مشنگستان یه مشنگ جدید داریم. یه نمونه دیگه از فصل مشترک‌های بقایای شاه و شیخ که میگن مجاهدین خودشون هیچی نیستن، ولی پارلمان‌های اروپایی و عربی و کنگره و کاخ سفید آمریکا و دولتمردا و شخصیت‌های 5 قاره عالم رو به سادگی آب خوردن میخرن. یه نمونهش تو رسانه‌های رژیم میگه یکی از بارزترین نمودهای لابیگری این گروهک را میتوان در کنگره آمریکا یافت، جایی که طی سالهای اخیر شاهد تصویب لوایح، قطعنامه‌ها و ایراد سخنرانی‌هایی در حمایت از منافقین و علیه جمهوری اسلامی بوده ایم. حالا یه فسیل‌های شاهپرست پیدا شده که برای رفع و رجوع فضیحت بچه شاه همین راه رو تا اسرائیل رفته و خط و امضای نمایندگان کنست اسرائیل رو هم به مجاهدین نسبت میده. ببینید چی میگه. چطور اینقدر بلاحت دارید که با تحریک یک گروه تروریستی دیگری مثل مجاهدین خلق، همونطور که از اعضای حزب جمهوری‌خواه آمریکا، حزب دموکرات آمریکا همیشه پای بیانیه‌های آبکی خودشون امضا می‌گرفتن، این بار هم با تحریک اونها احتمال قریب به یقین تحریک اونها این 32 امضا رو جمع کردن و اونها هم ناآگاهانه پای این کاغذ رو امضا گذاشتن. این روزا کار به جایی رسیده که ربات‌ها میتونن چنین کارهایی بکنن. Oh, look at him settle into it. Oh, buddy. Yes. My good man, to the market. This is amazing. اما اقتصاد مقاومتی کاری به این چیزا نداره و راه خودشو میره. آقا این راهنمایی هم بزن. حتی کجا میری؟ در پایان توجه شما رو به یک تکنوازی هنرمندانه از یک گیتاریست پر انرژی جلب می‌کنیم. سالها پیش سیاست رسمی رژیم آخوندی این بود که اسمی از مجاهدین نیاره و اینطور القا کنه که اصلا مجاهدین وجود خارجی ندارن. اما این سیاست شکست خورد و نتیجه معکوس داشت. دقیقاً به همین خاطر از مقطعی
شروع به انتشار مقاله و کتاب و تولید سریال و فیلم و اینجور چیزها درباره مجاهدین کردن و روز به روز پول و سرمایه بیشتری به این موضوع اختصاص دادن. حالا دیگه کار به جایی رسیده که تو هر جشنواره‌شون 7-8 تا فیلم علیه مجاهدین میسازن تا شاید بتونن با سلبریتی‌های حکومتی و جلوه‌های ویژه و انواع اقسام ترفندها مجاهدین رو شکست سینمایی بدن. برنامه آفساید این هفته به همین موضوع اختصاص داره که توجهتون رو به اون جلب می‌کنیم. سلام. در 7-8 ماه گذشته که قیام 1401 رو در سراسر میهنمون داشتیم، شاهد انواع و اقسام اقدامات رژیم برای مقابله با این قیام و دور کردن خطر سرنگونی از خودش بودیم که در میان این اقدامات تولید و پخش فیلم و مستند حکومتی بر علیه مجاهدین خیلی بارز بود. اگر بخوایم فقط به چند نمونش اشاره کنیم، مثلا یه قلم در جشنواره سینمایی سالانه‌شون که بهمن گذشته در دهه زرج برگزار شد، در 4 فیلم به مجاهدین پرداخته بودند. 4 فیلم از 24 فیلم اصلی که تو بخش رقابت وارد شده بودن ها. فیلم شماره 10، های پاور، سرهنگ ثریا و اتاقک گلی. این فقط فیلم‌های بلندشون بود. تو بخش فیلم کوتاه هم باز تولید داشتن، مثل فیلم کوتاه کبریت. یا مثلا وقتی به پخش فیلم‌های نوروزی در تلویزیون خامنه‌ای رسید، باز هم همون فیلم‌های ساخته شده علیه مجاهدین حضور جدی داشتند. دوباره فیلم شماره 10 یا فیلم تروا. در زمینه مستند کوتاه و بلند هم که دیگه اصلا قابل شمارش نیست. ما فقط به چند تاش اشاره می‌کنیم که در همین ماه‌های قیام تولید و پخش شدن. مثلا مستندی به اسم از تیرانا تا تهران که در آذر 1401 رونمایی شد، یا مستند خیریه اشرف در 10 قسمت 30 دقیقه‌ای که در دیماه گذشته پخش شد، یا مستند صیاد شیرازی در فروردین 1402 و کلی هم کلیپ های دیگه تحت عنوان مستند که تو شبکه‌های اجتماعی پخش کردن. قبل از اینکه به این بپردازیم که رژیم چه هدفی رو از این پروژه شیطان سازی دنبال میکنه، اجازه بدید که ابتدا به چند نمونه از این تولیدات هم بپردازیم و ببینیم که مثلا توی این فیلم ها چی میگن و حرفشون چیه. یکی از فیلمایی که تو 2 سال اخیر ساختند و امسال برای اولین بار به مناسبت نوروز توی تلویزیونشون پخش کردند، فیلم تروا بود که حتی ارزشش رو نداشت که کسی از خودشون دربارش اظهار نظری بکنه، چون گل سرسبد تولیداتشون علیه مجاهدین که مورد تایید و تشویق خامنه‌ای قرار گرفته همون فیلم ماجرای نیمروز بود که بهترین اظهار نظر راجع بهش این بود: ما تو همین عملیات مرصاد چند سال پیش فیلم ماجرای نیمروز 2 رو داشتیم، رد خون، که یک زباله سینماییه. از روی اون زباله سینمایی میشه فهمید که این یکی در حد زباله هم نبوده. داستان فیلمش اینقدر باسمه‌ای و کلیشه‌ای و مضحک و آبدوخیاریه که اصلا آدم رغبت نمیکنه دربارش صحبت کنه. ولی وقت برای اینکه در جریان باشید، کوتاه بخوایم بگیم داستان اینه: کلاً فیلم 3 تا داستان بی ربط به همدیگه رو توی 60 دقیقه سرهم کرده. اولش یه خانواده نشون میده که پسرشون میخواد بره توی تلویزیون، کت و شلوار گیر نمیاره. بعد از کلی کش دادن طرف تاکسی میگیره و میره، ولی شب بر نمیگرده خونه. به جاش برادر دوقلوش که از فرماندهان اطلاعات سپاه هست برمیگرده و معلوم میشه که سوژه اصلی این یکی بوده، ولی مثلا مجاهدین اشتباهی اون یکی رو کشتن. به همین سادگی. سکانس بعدی سکانس حمله به یکی از خونه تیمیای مجاهدینه که یکی توش دستگیر میشه، و سکانس آخر هم توی زندانه. زندان دهه 60 نگو، مرکز مهر و عطوفت بگو. اصلا شکنجه و اعدام اینا که هیچ وجود نداره. برخوردها با مجاهدین کاملا محترمانه است. طبق اسناد و مدارک موجود در دادگاه، حضرت عالی که از عناصر
مؤثر در سازمان مجاهدین خلق بوده و در سالهای اخیر هم اقدامات متعددی در جهت ترور، شکنجه و قتل عناصر و افراد متحد انقلابی داشتید. حالا سوال بنده از شما این هستش که حضرت عالی و سازمان منتسب به شما در شرایط فعلی کشور، شرایط ویژه جنگ، آیا حامیان حکومت بعث عراق هستید؟ اگر توضیح دارید لطفاً بفرمایید برای دادگاه. کلاً توی این زندان بحث اصلی اینه که مبادا کسی به مجاهدین زندانی از گل نازکتر بگه و سقف شکنجه‌ای که توی فیلم نشون داده میشه کوبیدن روی میز و پاره کردن برگه اعترافاته که این دیگه اوج خشونتشونه. مثلا من به شما چی گفته بودم؟ به من گفتین که هر اتفاقی روز دادگاه افتاده براتون بنویسم. نه من اینو نگفتم. گفتم هر اتفاقی روز دادگاه افتاده با تمام جزئیاتش بنویس. اگر کسی از کنارت رد شد، اگر کسی بهت تنه زد، حتی اگر حدس کردی برگه ها بنویس. همه رو نوشتم. نه اینا به درد من نمیخوره. دوباره بنویس. بعد دغدغه اصلی زندانبان‌های رژیم دیر و زود شدن ناهار مجاهدین زندانیه و از این ناراحتن که چرا یکیشون ناهار نخورده. بفهمید آقا مصطفی نیستن؟ جلسه است آقا رحمت. آقای اکبری من غذا بردم برای این زنه ولی آقای میرابی نداشتم بنده خدا غذا بخوره. منم از اتاق بیرون کردم. کدوم زنه؟ همین خانم قائمی. مگه همه نفرستاده برن؟ چرا همه رفتن ولی آقای میرابی این زنه رو نگه داشته. عجب. چی شده؟ استاد تو میدونی میرابی داره چیکار میکنه؟ صبح داشت رو پرونده زندانیا کار میکرد، الان رو نمیدونم. چطور؟ بله پرونده ها رو بررسی کرد و همه رو ول کرده رفتن به جز یه نفر. کی؟ زهره قائمی. اجازم نده یه نهار بهش بدم. بله آقا من نهار بردم نداشت برم داخل. اون از صبح که اون بنده خدا رو از وسط رو برگردون، اینم از الان. فیلم دیگه حرفی برای گفتن نداره که بخوایم اینجا براتون بگیم. به طور خاص در نشون دادن کاراکتر مجاهدین هیچ حرفی نداره. مثلا یک کاراکتر گذاشته تو فیلم به اسم کاظم افجعی که کچویی رو توی این فیلم به هلاکت میرسونه که بخش عمده سناریو حول اون میچرخه ولی تو کل فیلم حتی یک کلمه هم صحبت نمیکنه. از خودت تصمیم میگیری؟ کی به شما اجازه داده واسه ایشون مراقب بذاری؟ آقای میرابی شما که خودتون از سوابق اینا بهتر خبر اینا هر کاری کردن مربوط به گذشته شونه. الان توبه کرده شما اجازه نداری باشید اینجوری برخورد کنید. استغفرالله. موضوع چی آقای میرابی؟ این برادر ما آقای افجعی خل اصلاح کرده واسش مراقب گذاشته. قبلا هم چند بار بهش تذکر دادم رفتارش با توابین درست نیست. برادر من آقای میرابی درست میگه. ما اگه کاری کنیم که این رفقای تواب نسبت به ما و انقلاب بدبین بشن میشه خدا مسئوله. اینا با ما فرقی ندارن. حالا تو گذشته یه لغزشایی داشتن مگه ما نداشتیم؟ و این دلیل نمیشه که اینطور باهاشون برخورد کنیم. اصلاشو بهش برگردون. چشم هر طور شما بفهم. این یه نمونه از اون فیلم‌های سفارشی وزارت اطلاعاته که یکی از یکی زباله تر. جالب اینه که خود دستاندرکاران تولید این فیلم‌ها که همه پولشون رو و سفارش رو از ارگان‌های امنیتی نظام میگیرن خیلی تلاش میکنن نشون بدن که ساخت این فیلم‌ها و ایدهش مال خودشون بوده و به نوعی بهشون الهام شده و هیچ ربطی هم به حکومت نداشته. همونجور که در مورد سازمان منافقین سرچ میکردم و مطلب میخوندم یک عکس دیدم از مادرایی که کنار سیاج یعنی سیمخاردار به زبان عربی ایستادن. عکس خیلی گویا بود، یعنی انگار در دل خودش یک درامی داشت که به من میگفتش که همینه، قصه باید این باشه و رخدادگاه یک رخدادگاه متفاوتی بود. خیلی از مادرهایی که بچه‌هاشون اسیر فرقه رجوی هستن توی مدت پژوهش فیلم دیدم، باشون گپ زدم و کم کم سرهنگ سریا شکل گرفت. بله خانم یه عکس توی اینترنت دیده و عکس باش حرف زده، اینم چند تا گپ زده و بعدش فیلم شکل گرفت. همینجوری. آره حالا خوبه که سایت مؤسسه سینمای سپاه به اسم اوج
خودش نوشته که ما فیلمو ساختیم. مؤسسه اوجم که تابلو دیگه مال سپاهه. تازه ما یادمون نرفته که چند سال پیش وزیر اطلاعات همین رژیم هم یه بار اومد توی یک مصاحبه تلویزیونی پرده رو کنار زد و گفت همه اینا کار ما بوده. وزارت رو وارد کار ساخت فیلم و سریال کردیم. با فیلم و سریال هم کار آموزش عمومی، صیانت جامعه در برابر جاسوسی و هم یک سلسله اهداف اطلاعاتی رو محقق کنیم. فیلم‌های روباه، ماجرای نیمروز، سیانور، امکان مینا، روز صفر، شبی که ماه کامل شد و سریال‌های پازل، رؤیایی که تعبیر وارونه شد، سارق روح، خانه امن محصول این رویکرد بود که با همکاری عزیزان انجام دادیم. مشکل مشترکی که این فیلمسازان اطلاعاتی تو ساخت همه این فیلم‌ها باش مواجه میشن اینه که نمیتونن یک تصویر باورپذیر از مناسبات درونی مجاهدین توی فیلمشون ارائه کنند. هر بار هم به نوعی از پاسخ به این موضوع فرار میکنند. گفتن که به عنوان یک گزینه هنگام نگارش فیلمنما یا بردن دوربین و در واقع داستان فیلم به اون سوی حصارهای اردوگاه اشرف و روایت بخشی از فیلم از نگاه اعضای گروهک منافقین مد نظرتان نبود با توجه به یک پارچگی لوکیشن که به تعبیر ایشون ممکنه مخاطب رو خسته کرده باشه. سوال پرتکراریه. بچه‌ای که با من، آرتیستایی که با من در تولید فیلم بودنم بارها سر این صحبت می‌کردیم. انتخاب من این بود که دوربین این ور سیم خاردارا، این ور دیوارهای اشرف باشه، چون قصه ثریا و مادران بود. اگر دوربین میرفت اونور قصه دیگری است، یعنی یک روایت دیگری. انتخاب من این بود. خودتون میدونید همه چیز کارگردان اهم فالاهم انتخاب بود. انتخاب کردم، یعنی از اول هم آمدانه قصد ما این بودش که دوربین این سوی سیم خاردارای اشرف باشه. این مشکل که دوربین اونور سمت مجاهدین نمیره یا نمیخواد بره تقریبا تو همه فیلم‌هاشون هست. به طور مثال اینجا در نقد فیلم اتاقک گلی که مثلا در مورد عملیات فروغ جاویدانه اینطور میگن: فیلم اصلا نخواسته بود سمت دشمن بره و به خاطر اینکه نخواسته بودم هر وقت یه کوچیکم یه لحظه هم می‌خواست بره به سمتشون اشتباه می‌کرد. همون جایی که اینا یه دوستا دیالوگ ما شنیدیم از پشت بیشه، پشت نیزار، مثلا هر کسی از مثلا دستور تخطی کرد بزنید دخلشو بیارید. مثلا این جمله خیلی یه جای فیلم اون جایی که اون زن مجاهدینی با اون شکل مثلا شبیه آرنولد اومد تو هم رو کشت. خیلی کاریکاتوری بودن. حالا علت چیه که دوربینشون نمیتونه اونور بره و داخل مجاهدین رو نشون بده؟ و یه نکته بعد این بود که اصلا ما تصمیم بر این بود که اصلا تو دل در واقع منافقین نریم، یعنی دوربین اصلا به سمت اونا نره. چند تا سکانسی هم که می‌بینی از دور ما داریم می‌بینیم، حالا دلایل مختلفه، حالا دلایل دراماتیک داره، داشت بیشتر که دوست نداشتیم. حالا ما نمونه‌های فیلمایی داشتیم که دوربین سمت منافقین رفته، چون اینا حالا بیشترشون که نمیشه گفت، حالا نیمی از اینها چون از بانوان بودن، اینا به خاطر همین سمپات میشه بیننده. ما خواستیم این اتفاق نیفته حدالامکان. پس مشکل اصلی اینجاست. اگر بخوان یک تصویر باورپذیر و عیناً همون چه که در درون مجاهدین میگذره رو نشون بدن، سمپاتی ایجاد میکنه. یعنی تمام هدف همه این فیلم ها اینه که تصویر مورد نظر نظام رو القا کنند که مجاهدین رو یک سری ماشین های بیرحم نشون بده. که خب وقتی تو عالم فیلم و داستان میخوان همین رو به تصویر بکشن، هر بار خودشون به این نتیجه میرسن که جور در نمیاد، منطقی نیست. تکنیک اصلی اینها برای دروغ پردازی پر کردن صحنه با یه مش دروغ و اتهامه. اما وقتی میخوان همینها رو تو قالب داستان روایت کنند، همشون توش گیر میکنند. سوال بعدی اینه: با وجود این مشکلات چه درد بی‌درمونی نظام داشته که توی همین چند ماه اخیر این همه فیلم و مستند علیه مجاهدین درست کرده؟ این رو خود دستاندرکاران فیلم بهش اعتراف کردند که اتفاقاً در دوران قیام به چنین جنگ روانی نیاز داشتند. بسیاری از اتفاقات و التهابات اخیری که در کشور شاهد بودیم زیر سر عوامل همین گروهک بوده است و ما باید با ماهیت این افراد آشنا شویم. در اتفاقات اخیر اجتماعی که چند ماهی است در ایران رخ داده، نام مجاهدین دوباره پررنگ شده.
بنابراین پرداختن به سوژه هایی که از دل تفکر این گروه بیرون می آید همچنان امری ضروری است و سینما یکی از بهترین ابزارها برای روایت و به تصویر کشیدن واقعیت هاست. درباره فیلم اول امروز سرهنگ ثریا، فیلم خیلی به موقعیه و در زمان خوبی رسیده. بله، پس به نظر میرسه که اونایی که توی حکومت دستشون توی کاره خوب میدونن که دشمن اصلی کیه و از کجا دارن ضربات اساسی رو میخورند. وگرنه بالاخره ما کدوم رو باور کنیم؟ این همه تلاش و تقلا و فیلمسازی برای شیطان سازی رو باور کنیم یا اینکه میگن مجاهدین پایگاه ندارن؟ خب اگه کسی پایگاه نداره برای چی اینقدر براش فیلم درست میکنی؟ مگر اینکه یک تهدیدی از این بابت احساس میکنی. بگذاریم. به هر حال موضوع تمرکز تبلیغاتی رژیم روی مجاهدین چیزیه که از نگاه دیگران هم دور نمانده. رژیم از ابتدای دهه 80 شروع به صحبت علنی درباره مجاهدین کرد، چون مجاهدین هم جنگ تبلیغاتی خودشون رو با تأسیس سیمای آزادی و پخش برنامه‌های 24 ساعته تلویزیونی شروع کردند. دهه 1390 خورشیدی دهه رویکرد جدی سینماگران دولتی به قصه‌هایی با محوریت مجاهدینه. قلاده‌های طلا، امکان مینا، سیانور، ماجرای نیمروز، شاخه‌های شکسته بلوط، ماجرای نیمروز 2 رد خون و این اواخر زد، دروا، خانه شماره 10 یا سرهنگ ثریا محصولاتی هستند که سرمایه کلانی روی اونها گذاشته شده و اغلب توسط سازمان اوج که متعلق به سپاه تولید شده. در جشنواره دولتی هم جایزه است که پشت سر هم نثارشون میشه. چرا؟ سازمان مجاهدین در دهه 60 مسئله جدی امنیتی برای رژیم بود یا الان؟ به نظر من بازگشت به مسئله مجاهدین در سینمای دولتی ایران یک دلیل عمده داره. اعتراضهای گسترده 15 سال گذشته به خصوص دهه 90 و آگاهی هرچه بیشتر مردم ایران از قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 باعث تشکیک نسل‌های بعد از انقلاب درباره مشروعیت رژیم و کلیت اون شده، تا جایی که حتی فرزندان رهبران رژیم هم شروع به پرسش در این موارد کردند، تا جایی که خامنه‌ای در انتخابات 96 گفت مبادا در داستان‌های دهه 60 جای جلاد و شهید عوض بشه. درباره اینکه چرا رژیم این هزینه‌های کلان و تقلاهای سراسیمه رو میکنه، بهتر یک ماده از بیانیه شورای ملی مقاومت در مرداد 96 رو ببینیم که 4-5 ماه قبل از زلزله سیاسی و استراتژیکی قیام‌های دی‌ماه 96 بود. رویدادهای یک سال گذشته به ویژه پس از انتقال سازمان یافته رزمندگان مستقر در زندان لیبرتی به کشور آلبانی شرایط جدیدی ایجاد کرده است. با پایان محاصره ضد انسانی مجاهدان اشرفی، اکنون این ولایت خامنه‌ای است که در محاصره سیاسی مقاومت سازمان یافته و آلترناتیو دموکراتیک قرار گرفته است. در مهمترین جدال درون حکومت، یعنی معیار سنجش مشروعیت نظام، تلاش‌های مقاومت برای افشای ولایت فقیه در تئوری و عمل تعیین کننده بوده است. خامنه‌ای در مراسم حکومتی روز 14 خرداد بر سر گور خمینی 2 هفته بعد از جدال انتخاباتی رژیم درباره اثرگذاری شعار نجلاد نشیاد سخنان مبسوطی درباره دهه 60 ایراد کرد و گفت: من توصیه میکنم به کسانی که اهل فکرن، اهل تأملن، راجع به دهه 60 قضاوت میکنن، جای شهید و جلاد عوض نشود. کابوس خامنه‌ای از فتنه و منافقین، تمجید او از فیلم پرهزینه و فاشیستی ماجرای نیمروز که علیه سازمان مجاهدین خلق ایران ساخته شده است و هرزه درایی روزمره مزدوران ریز و درشت او علیه جنبش مقاومت از طریق ساختن 10 فیلم و سریال، انتشار هزاران کتاب و مقاله و برگزاری روزمره نمایشگاه عکس به خاطر مداخله فعال نیروهای مقاومت و انقلاب دموکراتیک در رویدادهای سیاسی است. بله، پس نظام با بحران مشروعیت حتی در میان لایه‌های خودیش مواجهه و احساس خطر میکنه که به ساخت چنین فیلم‌هایی بر علیه دشمن اصلیش رو آورده. ولی چنان که دیدید
حتی خودشون هم در تاثیرگذاری این زباله‌های سینمایی شک دارن. هشتگ زباله سینمایی. وقت بخیر و خدا نگهدار. بهتر از تو، بهتر از تو، بهتر از تو، بهتر از تو که بهترینی برای من تو وحشی ترینی پشت امام رو میخوام بخارم کنار من باش که حال ندارم کی بهتر از تو که بهترینی برای من تو وحشی ترینی پشت امام رو میخوام بخارم کنار من باش که حال ندارم. اسم میفرمایید بنال رهبری فریز شده، کسب و کارها چیز شده، خوراک دام، خوراک طیور، همون خوراک ماست. گسترش خشونت، فقر، بیکاری، فساد اخلاقی و اقتصادی برنامه ماست. گاز کردن تو سفره مردم اولویت ماست. مدل حکمرانی رهبری معظم از مصیبت ماست. ماست چون کباب با ماست. من میگم پوشک میخوام، یه مقداری پوشک میخوام، مفتزه شد این نظام توی ابعاد امام. ولی کی بهتر از تو که بهترینی برای من تو وحشی ترینی پشت امام رو میخوام بخارم کنار من باش که حال ندارم. در بخش‌های گوناگون بنده رخنه ایجاد شده است، در خیابان‌های ایران فتنه ایجاد شده است. وقتی که شورش اتفاق میفته انسان احساس میکنه دامن نظام داره میفته، واقعا انسان تعجب میکنه. ملت به من سیلی میزنن، مشت میزنن. در این نقطه حساس تنباکو فایده‌ای نداره، مصرف مواد مخدر فایده‌ای نداره. باید تزریق کنم. کی بهتر از تو که بهترینی برای من تو وحشی ترینی پشت امام رو میخوام بخارم کنار من باش که حال ندارم. فشاره بنده چند است، هزار مقاومت هست، نظام به موی بنده است. هزار مقاومت هست، با کیلویی چند است. هزار مقاومت هست، هزار مقاومت هست، هزار مقاومت هست. نفهم شما کوچکتر از اون هستید که بخواهید خود کنید. رئیس جمهور ما از احمق‌های درجه یک هست، از دلقک‌های میدان سیاست هست، از بیخوبان بوک هست. بهش میگن گاو شیرده. کی بهتر از تو که بهترینی برای من تو وحشی ترینی پشت امام رو میخوام بخارم کنار من باش که حال ندارم. این روزها خشم مردم نسبت به آخوندهای حکومتی و مزدوران سپاهی و بسیجی در حال جوششه و خامنه‌ای و مهره‌های ریز و درشتش حسابی به دست و پا افتادن. از یه طرف امام جمعه‌های خامنه‌ای هر هفته التماس میکنن که تو رو خدا بیاین طلبه بشین، حوزه‌ها خالیه و از این جور حرفا. از طرف دیگه آخوندهای حکومتی هم تلاش میکنن تا با شوهای مضحک و ادا و اطوارهای مسخره خودشون رو در ببرن. حالا این وسط یک قاتل عمامه‌داری به نام آخوند فلاحیان پیدا شده که نسخه جدیدی برای آخوندها پیچیده. حرف آخوند فلاحیان اینه که آخوندها باید خودشون کلاس دفاع شخصی برن و از خودشون بتونن دفاع بکنن. این اظهار نظر به سوژه طنز در فضای مجازی تبدیل شد. طنزپردازان پیک شادی هم به همین موضوع پرداختن که توجه شما رو به اون جلب می‌کنیم. با سلام به علمای ترکیده، طلبه های لیده، ولایت مدار. آقا این روزا هوا خیلی پسه، اوضاع خیلی خیته. میری سمت بسیج شر، میری سمت سپاه خر،
میری تو حوزه زر و زر. هیچکی به فکر ابا و عمامه ما نیست. خودمون باید دست به جنبونیم. هر حجت اسلامی باید یه پا بروسلی بشه، هر آیت اللهی باید یه پا چکی چان بشه. جای درس خارج و مکاسب و این حرفا کاتای پرنده یاد بگیرید. اوضاع خیلی سیته. قبل شماها عظما خودش رفت کلاس دفاع شخصی، مربیشو باید میدیدی، هرکول بود. اونم چه هرکولی، هرکولش دامت برکاتو. دماغشو دست میزدی قضروف نداشت، شیکمش عین او سرا امیر حضور تهران بود. تیپ که میزد 4 تا لشکر توپخونه قبض سنگی شروع میکردن به سنبه زدن، هر. خلاصه مربی اومد، عظما بهش گفت حاجی جسم ناقص منو کامل کن. طرف گفت ای به چشم. اول از سر و شونه شروع میکنیم تا اومدن کتف و گرم کنن. یهو خبر اومد سلیمانی رو تو بابلسل دراز کردن. عظما شل کرد. مربی گفت عظما صفر کن. عظما گفت نمیشه. مربیه گفت باشه بریم جلو بازو. تا اومدن شروع کنن خبر اومد پلیس رو تو سرابان زدن. عظما شل کرد. مربیه گفت عظما جان مادر صفر کن. دید نمیشه، رفت سراغ دوقلو صاف. خبر اومد یه سپاهی رو ترکوندن. عظما نشست رو زمین، رفتن رو شکم کار کنن. خبر اومد جسد یه آخونده تو ساحل پیدا شده. عظما تاش شد. اینجا دیگه مربی هم شل کرد. مربی برگشت گفت عظما خیلی وضعیت بیریخ شده، بیا جای ورزش تکنیکی بریم تو کار گاز پیکنیکی. هیچی دیگه، کلاس دفاع شخصی تبدیل شد به بساط سیخی و فضانوردی. اوضاع خیلی خیته علما. دفاع شخصی هم جواب نداره. سوراخ موشو بچسبید که کار از این حرفا گذشته. میگن وقتی فشار عصبی از یه حدی بگذره دیگه مغز اصطلاحاً هنگ میکنه و بیمار وارد فاز توهم میشه. این سرنوشت مشترک تمام مهرهای عمامه‌دار و بی عمامه نظام ولایت فقیه. شما اگه حرفای این جماعت رو گوش کنید به سرعت متوجه میشین که تعادلشون رو از دست دادن. از خود خامنه‌ای بگیر که همیشه جست اپوزیسیون میگیره و مدعی میشه که مشکلات وزارت آموزش و پرورش کار از ما بهترانه، تا آخوند رئیسی که میگه اگه 1 میلیون مسکن حل شده بود مردم دیگه مشکلی نداشتن، تا همین آخوند فلاحیان که در بخش‌های قبلی برنامه به پرت و پلاهاش اشاره کردیم. البته این پریشانگویی ها در نظام ولایت فقیه یک موضوع عادیه و یکی دوتا هم نیست. بریم سراغ کامنت این هفته که نگاهی داره به همین خبرها و اظهار نظرها. دوستان سلام، بینندگان عزیز سلام. باز هم خبر و باز هم کامنت. بابک از زمین شروع کنیم، از هوا شروع کنیم، از دریا شروع کنیم؟ اگه راجع به آخونداست فرق نمیکنه، از هر جا شروع کنی تو بحرانه. پس بریم دریا. بله بریم دریا. برنامه‌ای دیگه دارن به همین بسنده میکنیم ان شاءالله. شناورای پیمان ما رو ان شاءالله میرید میبینید. شهید دودکی در اینجا، شهید مهدوی در لنگرگاه و ان شاءالله در آینده هواپیمان بر رو شما ان شاءالله میبینید. هواپیمابری که در آسیا وجود نداره، تو دنیا وجود نداره. چرا؟ هم هواپیمایی داره، هم تعدادی موشک‌انداز تو خودش حمل میکنه. برنامه کودک بود؟ بابا برنامه کودک که طرف سرکرده یه نیروی دریایی سپاه، میگه ناو هواپیمابر درست کردن، موشک انداز بار زدن. بعد نه من اگه این یارو نرقلو نمیدم فکر می‌کردم برنامه کودکه واقعا. دست میزنن شوخی کرده. ببین احتمالاً این پاسدار تنگسیری دیده که تجربه موفق مستعان زیر موفق مستعان خط میکشم، تو چشمی افتاده با پاسدار سلامی
رفته پیش رفیقش، چون رفیقش هم مثل خودش، میگن آدم میخوای بشناسی از رفیقش بشناس. رفیقش هم پاسدار نقدی، گفته پاسدار نقدی ما چی درست کنیم که تو دست سلامی باشه؟ گفته زیر دریایی. گفته چه شکلیه؟ گفته مثل لگن. گفته کاری نداره میریم میسازیم. همین درست. حالا اگه وقت داریم من یه مختصر درس جانورشناسی بدم، خیلی فشرده. ببین در تیره جانورشناسی که میای بالاتر یه گرایشی از تخصصی هست به نام تیره پاسدارسالان. اینا همه درندن، درنده ترین تیره روی زمین الان اینا به لحاظ شکل و شمایل تفاوت‌هایی دارن، اما به لحاظ ژنتیک عین گوسفند شبیه سازی شده میمونن. دور از جون همه گوسفندها حتی شبیه سازی شده. هیچ به لحاظ فهم و شعور با هم فرقی ندارن، یعنی همشون بهره ای از فهم و شعور نبردن و بسیار هیستریک و دیوانه‌وار عاشق دوربین و میکروفونن. مثل همین که دیدیم. حالا یه کویز ازت میگیرم، یعنی یک امتحان فوری. با این تعریفی که گفتم با شعورترین پاسدار کیه؟ نداریم دیگه، با این نکاتی که تو گفتی نداریم. داریم، ردی. ببین با شعورترین پاسداریه که صحبت نکرده هنوز، چون تا موقعی که صحبت نکرده آدم میگه شاید ذراتی اپسیلونی از فهم و شعور از کنار این رد شده باشه. وقتی که صحبت میکنیم بفهمی که مثل بقیه کاملا از این خالی از فهم و شعور و عین جن و بسم الله دیگه به یقین میرسه. به یقین میرسونه. حالا که صحبت از جانورشناسی شد و این بحثا و این قمپوزهای دریایی خامنه‌ای و این پاسدار تنگسیری رو با هم دیدیم، یه سری بزنیم به استبل ولایت. بله. و ببینیم یکی از این آخوندا چه کامنتی داده به همین هارت و پورت های تبلیغاتی پاسدار تنگسیری. تو یا ما رو تو قطار پیشرفت سوار میکنه یا توی مجلس. آره ببینیم با همینو. زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست. مایی که امنیت رو در منطقه برقرار کردیم، در آبهای بین المللی، در کف خیابونها نیروهای ما اینجوری مظلومانه و دست و باش در موقعیت‌های مختلف به شهادت برسن. یعنی ببین اونقدر حجم خالی بندی زیاد بوده که داد این عضو مجلس ارتجاع هم در آورده. طرف میگه بابا ول کن ناو هواپیما بر، موشک انداز، آبهای بین‌المللی، کف خیابون دارن ما رو لتوپار میکنن، رفتی داری تو آبهای بین‌المللی امنیت ایجاد میکنی، هواپیما بر میبری و چراغی که به خانه رواس به مسجد حرام، نخواستی موشک انداز بیا تو خیابون نذار ما رو لتوپار کنن، جرئت نمیکنیم راه بریم تو خیابون. این قطار پیشرفت رئیسی دوباره به تعداد وزرای کابینش کابین داره. امروز میخوام بریم تو کابین وزارت کارش که کابین شلوغی هم هست، وزیراش رفت آمد میکنه، یکی میندازن بیرون یکی میاد. دقیقاً. حالا این وزیر مفخر کارش ببین چه نسخه‌ای میپیچه برای کارگرا. خودت کارگری کردی؟ من اصلا کارگرزاده ام. هر کاری من بیل بده دست من، دست دیگرانم بده، کلنگ بده، داس بده تا بریم درو بکنیم با هم دیگه. من بعضی وقتا دوران نوجوانی و جوانی وقتی که میرفتیم درو این تاولای دستم بالا متورم میشدن و چی بود؟ بله. بس درد کارگر رو میدونی؟ حتما درد با این حقوق کارگری میشه زندگی کرد. واقعا سخته اما با قناعت میشه ساخت. میگه با قناعت میشه ساخت. خب این فقط حرف وزیر کار اینا نیست که تمام کارگزار رژیم از خود خامنه‌ای حرفشون اینه به مردم که میرسه قناعت کن، ساده زندگی کن، سفرت کوچیک کن، اصلا جمع کن. میگه کی از نخوردن مرده؟ ولی به خودشون که میرسه پول چایشون شاسی بلنده، میخوام واسه هم دیگه خرج کنن شاسی بلند به هم دیگه میدن. به مردم که میرسه نخورید. همون داستانی که گندش در اومده که آقا این وزیر سمت بله شاسی بلند داده به نماینده ها که استیضاحش نکنن. حالا ببینید که کار به کجا رسیده. بعد ببین این عباسی که یکی از اعضای مجلس آخونداست درباره همین شاسی بلند چی گفته؟ گفته گدابازی در نیارید، شاسی بلند مگه چنده؟ بله کافر همه رو به کیش خود پندارد. برای کسی که میلیارد میخوره 600-700 میلیون و 1 میلیارد پولی نیست که. راست میگه نباید گدابازی در آورد. ولی باید به این جانور گفتش که همین پولی که گدابازیه معادل حقوق سالانه 7 الی 8 کارگره. اینو گوشه ذهن داشته باش، بعداً تو دادگاه با هم اینو سف میکنه. اما ببین همین داستان شاسی بلندم خودش توش کلی پیچ هست. ببین از این حالا بگذاریم مهران
این که گفت به نماینده‌ها شاسی بلند دادن تو رژیم اینطوریه. اینا هم برگشتن گفتن خب به نهاد ریاست جمهوری هم شاسی بلند دادن. همینجوری میگن همین شاسی چی میگی؟ اون ویلا رو چی میگی؟ اون زمینه رو چی میگی؟ یعنی کلاف باز شده. نه همینه، الان کلی پیش داره. ببین این یکی از اعضای مجلس رژیم میگه تلفن اون شرکت فروش خودرو رو پیدا کرده. بعد رفته زنگ زده به همون شرکت فروش خودروی شاسی بلند. بعد ببین چی جوابشو دادن. تلفن رو دادن دستشون، ازشون سوال کردم خانم شما فلان خانم هستید، پدرتون اسمش اینه، مادرتون اسمش اینه، کد ملی شما اینه، شما آیا خودروی شاسی بلند فروختید؟ اون خانم برگشت گفت کاکو چی میگی؟ صدای مرغ و خروس و بره و اینا میومد. خب بالاخره مجلس شرکت اصلا انگار وجود نداشته. خارجی نداره شرکته. مرغ و خروس و کاکو. ببین اینا تو درگیری‌های خودشون کلکای هم دیگه نمیدونن. این دفعه دیگه ردرم رفتن پاک کردن. یعنی صحنه رو طوری چیدن. بعد این افکت مرغ و خروس جالب بود. یعنی همین که میگفت اون خانومه نمیدونست کافی بود یه مرغ و خروس هم وارد کرده که دیگه مولا درزش نره. خانومه تو شاسی بلند نشسته، مرغ و خروس هم بغلش گوشی رو برمی‌داره. اما بحث کار و کارگر و نسخه پیچیدن آخونده برای کارگرها شد. خوبه چند جمله هم از خمینی ملعون درباره کار و کارگر ببینیم. مثلا نظرش چی بوده اصلا در مورد کار و مقوله کار و کارگر؟ کارگرها هم کارند، از کار پیدا شدند. ذرات موجودات در عالم طبیعت فعال هستند برای ایجاد همه موجوداتی که در این عالم است. چی شد؟ کارگرها هم کارند؟ کارگرها کارن، کارا کارگرن. تمام دنیا از ذرات درست شده. اتوبوس از مینیبوس بزرگتره، گوجه فرنگی قرمزه. من این تیکه رو لینک میدم به همون درس جانورشناسی. سر گله اینه. گله پاسدارسالان گفتم این سر گله شون. اصلا جانورشناسی از روی این تدوین کردن. تیره پاسدارسالان سر گله شون. خب یادت چند وقت پیش این آخوند جوادی آملی صحبتی راجع به دریا و آخونده و اینا کرده بود؟ بله دقیقاً گفته بود اگر ظلم و بی‌عدالتی زیاد شود ملت قیام خواهند کرد و تمام آخوندهای حکومتی را جمیعاً به دریا خواهند انداخت. احسن، دقیقاً همین. حالا پیشگوییش درست در اومده. یکی از آخوندهای حکومتی به نام فاضل جسدش تو ساحل جویبار کشف شده. پس به خاطر همین آخوندا به حول و بلا افتادن التماس میکنن بیاید حوزه‌های علمیه رو پر کنید، چون تو خشکی مثل که آخوند داره قحطی میشه. فکر میکنم این پیشبینی شروع شده. احسن، دقیقاً. یکیشون گفته که طلاب در فکر انصراف از حوزه علمیه هستند، زودتر فکری کنید. یکی دیگه شون هم گفته کاهش ورودی‌های حوزه علمیه انفعال در مقابل پروژه سکولاریسم است، یعنی کساد شده خلاصه داستان. نه این تأثیر دریا و دریازدگی. اینا فکر می‌کنن که اگه اون پیشبینی آخوند جواد عاملی درست یه راه افتاده، دارن همه آخوندا رو میزنن دریا، میترسن تو خشکی دیگه آخوند گیر نیاد. اتفاقا بعد برن سراغ حوزه‌های دریایی به جای حوزه‌های جهل و جنایت. گفت خشکی یادم چند وقت پیش یه جوکی بود، چند سال پیش البته، میگفتن یکی از معجزات خمینی این بوده که تونسته سالها یه کوسه رو تو خشکی نگه داره، که منظورش رفسنجانی بود. ولی خامنه‌ای خراب کرد این معجزه دیگه، چون همون کوسه رو انداخت تو استخر غرقش. دوباره انداختش تو همون آب غرقش کرد. بسیار خب، نوبتی هم که باشه، نوبت کامنت یه جمله‌ایه. این توییت یا بهتره بگیم سوتی رئیسی رو با هم ببینیم. خط قرمز دولت مبارزه با رانت، مافیا و ویژه‌خواری است. دقیق گفته، درست گفته. خط قرمز دولت رئیسی و کل حاکمیت، یعنی اون خطی که بهش نزدیک نمیشن، همین مبارزه با رانت، مافیا و سوء استفاده است، چون هیچ چاقوی دسته خودشو نمیبره. کاملا درست گفته. یعنی معلوم شد که تیم توییتری رئیسی هم مثل خودش میسه، هم کلاسیاش توی کلاس شیشم. یادت یه بار هشتگ زده بود از قاسم سلیمانی، از رئیسی تعریف کرده بودن، هشتگش این بود رئیسی جلاد 67. یعنی نمیدونه خط قرمز هم باید چجوری به کار ببره. خط قرمز چیه؟ خط قرمز ما اینه که مبارزه کنیم با فساد. ممنون که این هفته هم با ما همراه بودید. خبرها و کامنت های پیشنهادیتون رو برامون بفرستید. خدا نگهدار همگی. تا دیداری دیگر همه شما رو به خدا میسپاریم. خدا نگهدار. Benito!
آخ سرم، جسم ناقصم، چه بکنم از دست اهالی؟ کت خدا به دادم برس. در کوچه چند جوان مرا خف کردندی، بابایم را همی در آوردندی. آخ دهانم را اسفالت کردندی، اهالی در تویر گیر من انداختندی. آخ و چپوقم را همی چاق کردندی. آخ خدا، اهالی با الاغشان مرا زیر گرفتندی. ای وای، همه من را که آشولاش کردندی. اینطور نمی شود. فردا همه بیایید تا برایتان کلاس دفاع شخصی همی بگذارم. اودا لگد به هوا. خاک بر سرتان با این دفاع شخصیتان. بلند شید، بلند شید. آهای اهالی فینیتو، ما همه کلاس دفاع شخصی رفتندی و اغتشاشگران بدانندی که حریف ما نمی شوندی. قال قاریس ریس فرفر، بیاید جلو. آموزش دفاع شخصی که سهله، آموزش دفاع جمعی هم که ببینید باز اهالی کله پایتان میکنن. دولا بالا بلا تو بغلا مثل کوالا، شوت کرد ما رو سوباسا ازمام که پایه سور و سال. تا 7 صبح با چند تا پاسدار خل، رئیس جمهور اسکل، بسیجیام همه شرشور. بیا ببین پیچای پاسارا شده شل، همگی جن و خل، با صدای شعارا شده هل. این علم هدای تو پل، رئیس و وزیر و مدیر کل، همه دزدن و خل. قاطی شده سیمای فاس و نول، اوزی کجا تو زدی زول. میکنی فول تو دروازه میخوری گل، با تحریما میری رو پل. اوزی بیا یه کاری کن، کمر رو به چرخون، دنیا شد رو مازون. قبر ماها کنده شده، تو خاکو بیا بریز رو. ما رو میچلونن، ما رو میپکنن، تو نظام راه نداره پس همه بریم قبرستون. پیچای پاسارا شده شل، همگی جن و خل، با صدای شعارا شده هل. این علم هدای تو پل، رئیس و وزیر و مدیر کل، همه دزدن و خل. قاطی شده سیمای فاس و نول، اوزی کجا تو زدی زول. بعد هات کشکه به فنا میره نظام، ما داریم میریم هممون پیش امام. سید علی برو بمیر سید علی، برو بمیر. بیچای پاسارا شده شل، همگی جن و خل، با صدای شعارا شده هل. این علم هدای تو پل، رئیس و وزیر و مدیر کل، همه دزدن و خل. قاطی شده سیمای فاس و نول، اوزی کجا تو زدی زول. دوستان عزیز، همراهان گرامی پیک شادی، در پایان برنامه امروز برای همه شما آرزوی موفقیت میکنیم و امیدواریم که تلاش‌های مشترک مردم ایران در مسیر آزادی درخشانتر از همیشه به پیش بره. تلاش کردیم تا در این برنامه هم خنده رو به لب‌ها و شادی رو به دل‌های شما عزیزان بیاریم، تا که قبول افتد و که در نظر آید. تا دیدار دیگه با همه شما خداحافظی میکنیم. سرفراز و برقرار باشید. همیشه بخند و سر و ببر از دلا. دوباره بلند شو، امید و ببر از کجا. با پرچم بالا هم سفر ما هر بگیر از گویا. از شب غم تا سحر ما جانمون از فردا. هر پنجشنبه با ما پیک شادی.